تارا هستم از کانال موویز اند مور. اگه دنبال یه فیلم با داستان واقعی هستی، پیشنهاد میکنم معرفی فیلم ایدن رو از دست ندی. فیلم ایدن با عنوان اولیه اوریجن آف اسپیشیز یه تریلر بقا به کارگردانی ران هوارد هست که 7 سپتامبر 2024 توی جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو به نمایش در اومد. 3 آوریل 2025 توی آلمان اکران شد. این فیلم قراره 22 آگوست یعنی 31 مرداد توی ایالات متحده اکران شه. توی این فیلم جود لا نقش دکتر ریتر، فیلسوف و رهبر گروه اولیه رو بازی میکنه. ونسا کربی نقش دورا، همسر ریتر رو به عهده داره. البته به خاطر تفکرات خاصش اوایل فیلم میبینیم که میگه دورا هستم ولی همسرش نه، ازدواج تهوع. توی فیلم ایدن دانیل بروخل و سیدنی سوینی نقش زوج ویدمرا رو بازی میکنن. زوج آلمانی با دیدگاهی متفاوت نسبت به ریتر. آنا د آرماس هم با نقش بارونس یه شخصیت مرموز و مداخله گر داره. نوآ پینک نویسنده فیلم تتریس با امتیاز 7.4 از بین 99,000 نظر ثبت شده نویسنده فیلم ایدن هم هست. موسیقی متن این فیلم به عهده هانس زیمر بوده و به واسطه این فیلم دهمین همکاری مشترک بین هوارد و زیمر رقم خورده. این فیلم با مدت زمان 120 دقیقه توی کوینزلند استرالیا فیلم برداری شده و تصاویر ثانویه رو گالاپاگوس گرفتن. فیلم بر اساس داستان واقعی گروهی از مهاجرای اروپاییه که سالهای 1929 تا 1930 به جزیره غیرمسکونی فلورینا یکی از جزایر گالاپاگوس مهاجرت کردن. اولش دکتر ریتر همراه همسرش واسه ساختن یه زندگی ایدئال به این جزیره رفتن، ولی بعد از مدتی گروهی که شامل هینز و مارگارت و پسرشونه و بعدم بارونس با اهداف مرموز و جاه طلبانه‌ای که داره به اون 2 نفر اضافه میشن و شرایط آروم جزیره به تنش و خشونت کشیده میشه. فیلم ایدن در واقع بررسی یه رویای انسانیه که آیا ممکنه جامعه‌ای کامل و به دور از تمدن فاسد بسازیم، اما به جای اینکه این رویا به بهشت منتهی بشه به سرعت تبدیل به کابوسی پر از دروغ و کنترل و خشونت میشه. این مضمون از نظر فلسفی و روانشناسانه خیلی شبیه آثار کلاسیکی مثل لورد آف د فلایز به قلم ویلیام گولدی یا حتی فیلم‌های مدرنی مثل ترایانگل آف سدنس هست. شخصیت‌های اصلی فیلم ایدن هر کدوم نماینده نوعی نگرش توی شرایط مواجهه با آزادی، قدرت و بقا هستند. جود لا چهره پیچیده و متضاد ارائه میده، هم روشنفکر و جذاب، هم متزلزل و ترسناک. دکتر ریتر با انگیزه فرار از تمدن مدرن و ساختن جامعه‌ای بی‌قانون ولی آرمانی وارد جزیره میشه. هرچی شرایط دشوارتر میشه بیشتر دچار وسواس فکری میشه و میل به کنترل دیگران داره. کلا شخصیتش اینجوریه که تحمل مخالفت نداره. ونسا کربی با سکوت، تردید و نگاه‌های عمیقش خیلی قشنگ تحول شخصیت دورا رو به تصویر میکشه. دورا یه شخصیت شکننده ولی مقاوم داره. اولش پرو شوهرشه ولی کم کم از سلطه اون خارج میشه. برخلاف همسرش که عقل محوره، دورا گاهی هم با دلش تصمیم میگیره. آنا د آرماس کاراکتری با ابهام اخلاقی و رفتارهای دوگانه رو به شکلی اغوا کننده و رازآلود بازی میکنه. شخصیتی که آنا د آرماس بازی کرده یعنی بارونس نماد جاه طلبیه که با استفاده از جذابیت ظاهری و رفتار کاریزماتیک کنترل اجتماعی رو به دست میگیره. میشه اینجوری گفت که بارونس 2 چهره جذاب و تهدید کننده داره. توی فیلم ایدن سیدنی سوینی برخلاف نقشای قبلیش جدی‌تر، سنگین‌تر و در این حال ظریف بازی میکنه. مارگارت زنی باهوش، متفکر ولی دست کم گرفته شده که حضورش به مرور کلید درک رابطه‌های مخفی و کشمکش‌های زیرپوستی میشه. هینز هم مردی سنتی و کاربلده که فقط و فقط دنبال یه زندگی آرومه. فیلم ایدن توی سایت IMDb از 3400 نظر ثبت شده، امتیاز 6.4 رو گرفته. راتن تومیتوز هم امتیاز 58% رو داده. گاردین اشاره کرده که بعضی از صحنه‌ها بیش از حد دراماتیک و کلیشه‌ای هستن. EW هم نقد کرده که کنتراست بین بازی‌ها و روایت مشکل‌زاست و نهایتاً C+ رو واسش ثبت کرده. مرسی که تا پایان ویدیو همراه من بودی. اگه از این معرفی خوشت اومده ممنون میشم با سابسکرایب کردن کانال هم از کانال حمایت کنی هم به من انرژی بدی تا بتونم فیلم‌های جدید رو خیلی زودتر بهت معرفی کنم.